الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر از ما سوال نمودند که دعا کردن به حرمت کسی چیزی را طلب کردن یعنی وسیله گرفتن حرمت و آبرو جاهی کسی در نزد الله درست است یا نیست؟ بمانند این که کسی بگوید بحرمة عبادك الصالحين بحرمة الأنبياء والصالحين بحرمة الأولياء وغير ذلك، يعني بحرمة أنبياء بمن برکت ده یا بمن یک چیزی ده گوید، بحرمت اولیاء یک چیزی رو بپرسد، ای الله بحرمت اولیاء، ای الله بحرمت انبیاء، ای الله بحرمت بنده های صالحت بمن یک چیزی را دهگویان پرسد یا که بلا را از من دور بکن گوید. این چنین وسیله گرفتن جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم برادران و خواهران عزیزم، پیش از این که ما به این مسئله جواب بدهیم باید فهمیم که مسئله التوسل یکی از بزرگترین مسائل است که از موضوع توحید است و از موضوع شرک است. خیلی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ذکر میکنند و شیخ آلوس العراقی ذکر میکنند رحمهم الله که کلمه التوسل کلمه مشترک است، مشترک در بین اهل توحید و اهل سنت و در بین اهل شرک. اهل شرک هم کلمه التوسل را استفاده میبرند و اهل سنت و الجماعت فرقه الناجیه المنصوره اهل التوحید نیز کلمه توسل را استفاده میبرند. از این فهمیده می شود که توسل این شرعی و غیر شرعی دارد. توسل مشروع، توسلی که جایز است این توسل را انجام دادن و توسلی که انجام دادنش جایز نیست. توسل چیست؟ توسل واسطه گرفتنی چیز بین خود و بین الله برای نزدیک شدن به الله، یعنی به خاطر نزدیک شدن به الله یک چیزی را سبب میگیرید، واسطه میگیرید بین خود و بین الله، این را توسل گفته می شود. بارک الله فیکم. پس گفتیم توسل مشروع در نزد اهل سنت و الجماعت این سه است، یعنی واسطه گرفتن بین خود و بین الله به خاطر به الله نزدیک شدن. سه نمود واسطه گرفتن بگیم توسل کردن جایز است. اولا به نامهای الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی میگه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. الله نامهای حسنا دارد و به همین نامهای حسناش توسل بگیرید. یعنی مثال بیاریم چگونه؟ شما میگید ای الله تو رحمان هستی، ای الرحمن به من رحم کن، الرزاق رزق دهنده به من رزق ده، الغفار بخشنده مرا ببخش. یعنی اول یک نام الله را میگید و بعد از این مناسب همین نام الله یک چیزی را میطلبید. وسیله گرفتن نام های الله سبحانه و تعالی این جایز است و این به امر خود الله سبحانه و تعالی است. و توسل نمود دوم توسل شرعی این وسیله گرفتن بارک الله فیکم عمل های صالح است. بنده عمل صالح خودش را بین خود و بین الله وسیله میگیرد و به خاطر به الله نزدیک شدن عمل صالح را وسیله میکند یا به خاطر دعایش قبول شدن عمل صالحش را ذکر میکند. خیلی که اصحاب کهف وقتی که به درونی بگیم به غار 3 نفر رفتند و در اونجا محکم شدند، هر یک اونها عمل صالح خود را ذکر کرد. گفت یکی از اونها گفت ای الله من زنا را ترک کردم در حالتی که قدرت و توانایی داشتم، شرایط داشتم، اما به خاطر تو ترک کردم، ما را نجات بده. کمی در غار که محکم شده بود باز شد، الله کمی به سبب دعای این نجاتشون داد. و بعد از این یکی از اون 3 نفر دیگرش دعا کرد و گفت من پدر و مادرم را به خاطر تو احترام کردم و تا روز شدن انتظاری اونها بودم و اونها را احترام میکردم و پیش از اونها طعام نمیخوردم، اول به اونها شیر میدادم و بعد از این خودم مینوشیدم. وسیله گرفت عمل صالحش را. و یکی دیگر امانتی یک بنده مسلمان را دادن را وسیله گرفت. پس این دلیل است به اینکه انسان وقتی که
میخواهد که دعایش زودتر قبول شود، یک عملی صالح خودش را ذکر بکند. و این چنین دلیل ها زیاد است در این مسئله. دلیل ها در این مسئله از آیات قرآن و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که صحیح است زیاد است. بارک الله فیکم. که انسان یک عملی صالح خودش را ذکر میکند و بعد از این به الله ندا میکند و دعا میکند که به سبب همین عمل مرا رحمت کن، برکت ده، و یک چیزی رو طلب میکند و جلب منفعت و دفع مضرت میکند. و این وسیله دوم که جایز است و مشروع است. و وسیله سوم است که جایز و مشروع، یعنی مشروع است و شرعا جایز است، به قرآن و سنت ثابت شده است، این طلبیدن دعا از یک انسانی زنده، حاضر و در نزد بوده. مثلا شما می طلبید از یک انسانی که در نزد شما هستند، شما میدونید که این انسان موحد است، از یک انسان موحد میگید که ای اخی، ای برادر من، در حقم دعا کن که الله به من رزق بدهد، من مشکلی مریضی دارم، الله مرا شفا بدهد و همچنین. و این جایز است. چه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زمانی که عمر ابن الخطاب رضی الله عنه را اجازت دادند که به حج روند، یعنی عمر ابن الخطاب گفتند ای رسول الله به من اجازت بده که به حج روم. رسول الله اجازت دادند که به حج کنی روند و بعد از این گفتند یا اخی لا تنسى من دعائک، لا تنسى من دعائکم، ای برادرم از دعاهایت مرا فراموش نکن، یعنی در حق منم دعا کن. بارک الله فیکم. و این چنین حدیث ها در این مسئله هم زیاد است. بارک الله فیکم. پس همین سه نمود وسیله از نظر قرآن و سنت جایز است و این مذهب اهل سنت و جماعت است. اما باقی مانده وسیله های شرکی و بدعتی است. وسیله های شرکی و بدعتی که از جانب صوفی های قبوری و از جانب رافضه ها المشرکین بینویت در بین امت پهن شده است و این چنین اشاعره و ماتریدی ها اینا پهن میکنند و در همین عقیده شرکی هستند. این استغاثه گرفتنی مرده ها. استغاثه چیست؟ معنای کلمه استغاثه کلمه عربی است. استغاثه طلبی غوثیت کردن، یعنی طلبی کمک کردن از مرده ها. هر کسی که زنده نباشد، هر کسی که حاضر نباشد، قادر نباشد، از همون طلب کردنی یک چیزی که قادر نیست، این استغاثه است و این شرک اکبر است. سبحان الله. کسی رود از سنگ، از درخت، از قبر، از یک جن مرده طلبی کمک کند که به من کمک بده، به من کمک کن، یاردم کن، مرا حفظ کن و غیره و غیره. این همه شرک است و این همه شرک در استغاثه و شرک در دعا و شرک در، یعنی بگویم الوهیت به وقوع آمده و این نمود انسان ها مشرک است و البته جهل در شرک اکبر عذر نیست. و این نمود استغاثه در مذهب اشاعره و ماتریدی و در مذهب سبحان الله بالخصوص صوفی و رافضه جایز است و اینا جایز میدانند و این شرک اکبر است. و این فعلی انا همون مشرکا بود، مشرکایی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بت پرستی میکردند. اونها بت رو نمیگفتند که همین بت، یعنی همین صنم لات، منات، عزا، اینها ما را خلق کرده است و اینها خالق است و رازق است و مدبر است، نمیگفتند، بلکه میگفتند که الله خالق است. فاذا سألتهم من خلقهم لیقولون الله. اگر همون مشرکایی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، ابو جهل و ابو لهب و ربیع و عتبه و دیگر مشرکا را اگر سوال میکردی که الله میگد که کی شما را خلق کرده است، میگن که الله. و ما یدبر الامر، الله. و من یخرج الحی من المیت و من یخرج المیت من الحی و من یخرج الحی من المیت. کی مرده را از زنده و زنده را از مرده به وجود میارد؟ کی باران میبارند؟ همه به یک صدا میگفتند الله. الله را اقرار میکردند، توحید ربوبیت را، اما بین خود و بین الله وسیله میگرفتند، میگفتند هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انا این بت ها، انا این هیکل ها، انا این صنم ها یا قبر ها یا چیزی دیگر، اینها شفاعت کننده ما در نزد الله هست. اینها مردهای صالح، اینها بندگان صالح، عبادهای صالح الله، اینها ما را در نزد الله شفاعت میکنند. به کدام حجت؟ به یگان حجت. این سخن باطل و این سخن شرک. و از همین جهت
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با اونها جنگیدند و اونها را مشرک گفتند و به قتل رساندند تا که به توحید گردند. بین ما و الله شفاعت کننده در این دنیا که به مانندی بگویم انسان ها و اولیا وجود ندارد. شفاعت کننده ما این شریعت است. وقتی که به شریعت عمل کردیم به این معنا که ما را نجات میدهد، ولی نجات میدهد. اما یک مرده رو، یک قبر رو، یک مزار رو، فرقی ندارد که اولیا باشد یا از انبیا یا از رسول یا از صالحین، فرقی ندارد. اینها را شفاعت کننده در نزد الله گفتن این جایز نیست. چرا که اونها شما را شفاعت کرده نمیتونند و الله اجازه نداده است. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. و در مسئله این که مشرکا را وقتی که ما میآموزیم میبینیم که مشرکا میگفتند که ان الذين اتخذوا من دون الله من دونه اولیاء، اونهایی که بجز الله من دون الله، بجز الله اولیا به خودشون گرفته بودند و میپرستیدند و عبادت میکردند. ان الذين اتخذوا من دون اولیاء میگفتند که ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفى، یعنی میگفتند که ما این هیکل ها را بین خود و بین الله برای نزدیک شدن عبادت میکنیم. یعنی ما این هیکل ها را الله نمیگیم، اله نمیگیم، معبود نمیگیم، بلکه میگیم که اینها ما را به الله قریب میسازد. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفى، تا که ما را به الله قریب سازد. یعنی ما به اینها قربانی میکنیم، به اینها نذر میکنیم، به اینها ذبح میکنیم، از اینها دعا میطلبیم و غیره و غیره دیگر عبادت هایی که باید به الله انجام دهد، از اینها انجام میدیم، به اینها انجام میدیم تا که ما را به الله نزدیک کند، قریب سازد. و البته همین را پیامبر صلی الله علیه و سلم شرک اکبر گفتند و الله این چنین انسان ها را دروغگو گفت، چرا که این سخنشون سخنی باطل و دروغ است. و بعد از این اینها را کفر به کفر اعلان کرد و کافر گفت. کذبت الکفر گفت. چخلی که الله در دوام آیات خودش میگه و میگه ان الذين اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم يوم القيامه فيما هم فيه يختلفون. يحكم يوم القيامه، یعنی الله در بین این چنین انسان ها در روز قیامت حکم میکند در آن چیزی که اختلاف کردند. و در دوام آیات میگه که اینها دروغ گفتند، کاذبون کفار، یعنی همچنین انسان ها که بین خود و بین الله یک چیزی را وسیله گرفتند، از اولیا، از انبیا، از هیکل، از درخت، از ملائکه، از چیزی نباشد، اینها دروغگویانند و کافرانند. الله خودش تکفیر کرد اینها را. پس هر کسی که این چنین انسان ها را تکفیر نکند به این آیت مخالفت کرده و خودش کافر است. عذر دهنده مشرک است. سبحان الله. پس این چنین وسیله گرفتن، استغاثه کردن، این صفت تمام مشرکین از قوم نوح و قوم قریش و تا همین روز از صوفی ها و رافضه ها و از دیگران قبر پرستان است. استغاثه گرفتن جایز نیست. و نمود دوم استغاثه غیر مشروع شرکی این است که بعضی انسان ها به نزد قبرها می روند و میگن که ادعو الله لی. به قبر میگن که ای پیامبر، مثلا به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه رفته میگن ای پیامبر به الله دعا کن در حق من. یعنی ای پیامبر قبر رو من تو رو نمیپرستم، من به تو نمیگم که به من یک چیزی بدهی، بلکه من میگم که ادعو الله لی، تو به الله دعا کن در حق من که تا که الله به من چیزی بدهد. البته این شرک اکبر است. چخیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب مجموعه الفتاوی ذکر کردند و در کتاب شیخ ذکر شده است که هر کسی که به نزد قبر می رود، قبر انبیای اولیای صالح، و میگوید که الله را دعا میکنم، یعنی تو در حق من الله را دعا کن، میگد این به مانند همین فعل مشرکین است که مرده ها را شفاعت کننده خود گرفتند. این هم یک نمود گرفتن شفاعت است و این شرک اکبر است. اما مرجئه ها میگن که این بدعت است. در همین مسئله مرجئه ها به نهایت مشهور شدند. مرجئه هایی که خودشون را به سلف نسبت میدهند. البته میگن که این بدعت است، شرک اکبر نمیگن، شرک اصغر میگن، یا که شرک هم نمیگن، هیچ هم نمیگن، میگن فقط بدعت است. نه والله این شرک اکبر است. چخیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه ذکر کردند و چخیلی که در این مسئله شیخ خالد المرد الغامدی رساله ایران نوشتند. این نمود هم این جایز نیست و حرام است و شرک اکبر است. و نمود دیگری توسل گرفتن است که این شرک است، شرک اصغر، و انسان را به شرک اکبر میبرد، وسیله شرک اکبر است. اگر اعتقاد منفعت و
اعتقاد نفع و ضر از این خود انسان بکند، این شرک اکبر است. بمانند این بارک الله فیکم طلب کردن به جاه، به حرمت و به حق کسی و چیزی. میگد که به حق پیامبر، به حرمت پیامبر، به آبروی پیامبر مرا رحمت کن، به حق اولیای، به حق صالحین، به حرمت اونها، به آبروی اونها مرا حرمت کن، یا که به من سبحان الله توفیق بده و غیره و غیره. این نمود دعا کردن، این دعای شرکی هست و این نمود عمل شرک است. و بارک الله فیکم این وسیله غیر مشروع، وسیله شرکی و بدعتی هست. صاحب این نمود وسیله انسان ها که به حرمت بندگان صالحت گفته دعا میکنند، یا به حرمت پیامبر، یا به حرمت چیزی و چیزی، این نمود انسان ها شرک اصغر را انجام داده ایستند و می شود که به درجه شرک اکبر برسند والعیاذ بالله. این چنین انسان ها را یعنی آهسته آهسته از شرک اصغر به اکبر میبرد، وسیله است. پس این نمود دعا کردن جایز نیست و این خطرش بیناد بزرگ است و این عمل اعمالی سبحان الله بگفتیم صوفی ها و رافضه ها هست. پس از این نمودی وسیله های شرکی دور بشوید، از این نمود شرک های اکبر دور بشوید. و بار دیگر تکرار میکنیم که اما اگر انسان در نزدتان زنده باشد، انسان در نزدتان حاضر باشد و قادر باشد، از اون طلب دعا کردن جایز است. چخیلی که ما حدیث رو آوردیم، حتی پیامبر صلی الله علیه و آله چخیلی که در روایت صحیح آمده است، میگن که به نزد شما یک انسان می آید که به مادرش به نهایت نیکی کرده است که نام اون میگن اویس القرنی هست. فاذا جاءكم فطلبوا منه ایستغفر لكم، اگر به نزد شما همون اویس قرنی بیاید، شما از وی طلب کنید که در حق شما استغفار کند، از الله طلب کند که شما را الله ببخشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از آمدن اویس القرنی این سخن را گفتن. این معجزه پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. این محل شاهد اینجا است که وجه الدلاله این است که پیامبر گفتند که طلب کنید از اویس قرنی، ای صحابه ها، از اویس قرنی که تابعین است و پیامبر را ندیده است، طلب کنید که اویس قرنی در حق شما طلب استغفار از الله کند. چرا که اویس قرنی زنده در نزدشون بود. اما کسی که زنده نیست، وفات کرده است، حضور ندارد، از وی طلب کردن سبحان الله به حقش و به چیز، این همه جایز نیست و این همه شرک است. و به این دلیل می شود باز یکی از آیات‌ها که الله سبحانه و تعالی میگه ولیس للانسان الا ما سعى، و انسان بجز آن چیزی که خودش کسب کرده است و حرکت کرده، عمل کرده است، چیزی به او منفعت نمی بخشد. اون انسان هایی که صالح بودند، این عمل هایی که کردند به خودشان بود و اونها حرمت اونها اگر در نزد الله حرمتی داشته باشند به شما هیچ فایده ندارد. اگر الله حرمت کند اولیای را، صالحین را، این فایده به خودی همون انسانی که صالح است و اولیا هست، به خودی پیامبران است، اما به انسانی که غیر اونها است هیچ فایده نیست. پس هر کس باید خودش عمل کند و خودش باید صالح باشد و خودش باید مؤمن و موحد و اولیای الله باشد. پس از این نمودی استغاثه ها، از این نمودی توسل های غیر شرعی که مذهب مشرکین است، مذهب صوفی ها و رافضه ها و اشاعره و ماتریدی است، دور بشوید. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم.